تماشابینان گرامی، با عرض سلام شوکت محمد در خدمتتان هستم. برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز را تقدیمتان میکنم. حالا توجه کنید به نامگوی موضوعهایی که امروز مطرح خواهیم کرد. دروغ اندر دروغ‌های اگنتی خاور افشا میشوند. باز هم دست اندر کارانش توبه نمی کنند. در 10 ماه آخر 1219 نفر تاجیکستانی شهروندی قرقیزستان را به دست آورده اند. در نتیجه حمله موشکی ایران به پایگاه هوایی عین الاسد عراق 11 نظامی آمریکایی آسیب دیده اند. اگنتی اطلاعاتی خاور با وجود آنکه یک خبرگزاری رسمی دولتی است و نمای یک کشور حساب می‌خورد، همیشه آواره دروغ پراکنی است. بار چندم است که دروغ‌های این خبرگزاری افشا می‌شوند، اما ظاهراً خاور توبه کردنی نیست. اگنتی ضد ملی اطلاعاتی خاور 15 ژانویه گزارش از سفر کاری رئیس ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان احمد ضیا سراج و هیئت همراه به تاجیکستان و دیدار گفتگوی او با رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سیمومین یتیموف ارائه کرد. در گزارش خبرگزاری خاور از جمله آمده است که در دیدار گفتگوی طرفین در علاقمندی با وضعیتی به وجود آمده تهدید مستقیم سازمان‌های تروریستی بین الخلقی از جمله القاعده، دولت اسلامی، حزب نهضت اسلام، انصارالله، حرکت اسلامی ترکستان شرقی، حرکت اسلامی ترکستان و غیره تأکید گردید. این در حالی است که در گزارش رسانه‌های افغانستان از جمله خبرگزاری افق و چند خبرگزاری دیگر حرف از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نآمده است. به عنوان مثال در خبرگزاری افق با فارسی آورده شده است: سران امنیت ملی دو کشور با توجه به تهدید مستقیم سازمان‌های تروریستی بین المللی از جمله القاعده، داعش، انصارالله و حرکت اسلامی ترکستان شرقی بر همکاری‌های دوجانبه امنیتی تاکید کرده اند. در سامانه خبری تحلیلی وقت نیز آورده شده است: مقامات امنیتی دو کشور با توجه به تهدید مستقیم سازمان‌های تروریستی بین المللی از جمله القاعده، داعش، انصارالله و حرکت اسلامی ترکستان شرقی بر همکاری‌های دوجانبه تاکید کردند. ببینید، در گزارش خبرگزاری‌های پارسی زبان از جمله خبرگزاری افق حرف از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان آورده نشده است، ولی بدون حیا دستاندرکاران اگنتی ضد ملی خاور دروغ بافی میکنند. قبلا هم این خبرگزاری رسمی دولتی تاجیکستان با چند دروغش حکومت کشور را در خارج شرمنده کرده بود. برای مثال بعد اعلان خبرگزاری خاور که گویا در یک دانشگاه ترکیه خطر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بررسی می شود، بعد آنکه مقامات ترک با خبر شدند جانب تاجیکستان از این کنفرانس سوء استفاده کردنی است و کنفرانس را که در اصل به مبارزه با تروریسم بخشیده شده بود لغو کردند. دیرتر این کنفرانس در سفارت تاجیکستان برگزار شد و کسی جز یک استاد کدام دانشگاه در آن شرکت نکرد. اگنتی ضد ملی خاور نه تنها دروغ میگوید، بلکه به تهمت پراکنی و تحقیر شخصیت نیز دست میزند. در همین حال دروغ را تاریکی ایمان هم مینامد. این هم یک نمونه از نمونه های آن که قبلا پیام گزارش داده بود. حکومت تاجیکستان با تمام وجودی هستی و استفاده تمام قدرتش نتوانست حتی یک کشور همسایه را به این باور کناند که در حقیقت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یک سازمان تندرو است. برعکس،
فعالان سیاسی مخالف تاجیکستان در عرصه بین الملل ثابت نمودند که در حکومت تاجیکستان یک گروه تندروی ظالم هستند. رهبرش دیکتاتور و خودخوانده است. بجای اینکه به حرف حکومت تاجیکستان کسی گوش دهد، برعکس حتی سازمان پلیس بین المللی اینترپول نام دهها مخالفین را از روی خطش بیرون کرد. برعکس حکومت تاجیکستان از دهها سازمان‌های با نفوذ بین المللی و حتی سازمان ملل متحد آگاهی گرفت که تندگرایی‌اش را بس کند، زندانیان سیاسی را آزاد کند، احترام حقوق آزادی‌های شهروندان را بجا بیارد. با چه حکومت این گونه آگاهی‌ها داده می شود؟ چه حکومت، چه رژیم این گونه آگاهی‌ها را می گیرد؟ البته این گونه آگاهی‌ها به حکومت افراطی، تندگرا، دیکتاتوری و ظالم داده می شود. اینجا اکنون خودتان قضاوت کنید که به چه خاطر حکومت زورش آمده است و رسانه‌هایش دروغ پراکنی می کنند. آخر عمر دروغ کوتاه است. در اصل خبر و مقاله های نشر کرده این خبرگزاری دولتی را که از حساب بودجه یعنی کیسه مردم مبلغ گذاری می شود و میلیون ها سامانه را تشکیل می دهد بیشتر از 100 نفر نمی خوانند. اکثریت حتی واهمه خبرهایش را از 500 نفر زیاد نمی خوانند. اما به خاطر کی و برای چی دروغ بافی می کنند معماست. تماشابینان گرامی، بعد تماشای برنامه امروزه ما خواهش میکنم حتما به پایگاه ما پیام نقطه نت وارد شده در جستارش تنها خاور نویسید و تگمه جستار را پخش کنید. مرحمت. ما چندین مراتبه دروغ پراکنی این اگنتی ضد ملی را ثابت کرده ایم. حتما مطلب ها را لطفاً مطالعه کنید. خواهید فهمید که اندازهایی که شما می سپارید به چند بیناموس معاش می دهند تا ملت را در عرصه بین الملل بدنام و سرخم کنند. تحقیقات ما درباره دروغ پراکنی های این اگنتی ضد ملی خاور از دریای یک قطره است، چون ما تنها دروغ هایی که تصادفاً از آن آگاه شده بودیم پیشکش خوانندگان کرده بودیم. ما مطمئنیم که اگر تحقیقات انجام داده شود صدها دروغ این خبرگزار افشا خواهد شد. اما سوال اینجاست که یک نهاد اطلاعاتی دولتی که همواره مشغولیتش بدنام کردن ملت است به کی در کار است؟ چه کسانی از بدنام شدن ملت فایده میبرند؟ باید ما همگان به این سوال خود جواب پیدا کنیم. تاجیکستانیان در سال 2019 از حساب درخواست شهروندی قرقیزستان رکورد گذاشتند. در 10 ماه اخیر شهروندی قرقیزستان را 1219 نفر تاجیک به دست آوردند. از این خبر با علاوه چند خبرها از رسانه‌های دیگر همکارم صفیه واحده به گزارش می‌دهد. комиссияи марказии интихобот ва райпурсии тоҷикистон эълон кард дар берун аз ҳудуди тоҷикистон 39 ҳавзаи интихоботӣ ташкил шудааст ки дар он шаҳрвандони ҷумҳурӣ ба ҷонибдории номзади худ ба вакилӣ овоз дода метавонанд. интихоботи парлумонӣ дар тоҷикистон 1 март баргузор мешавад. имрӯз дар ҷаласаи комиссияи марказии интихобот ва райпурсии тоҷикистон таҳти раҳбарии раиси комиссия бахтиёр худоёрзода дар бораи ташкили 39 ҳавзаи интихоботӣ дар хориҷи кишвар қарор қабул шуд. қитъаҳо дар 30 кишвари дунё боз мешаванд ки тоҷикистон дар онҳо сафоратхона дошта 9 консулгарии ҷумҳурӣ амал мекунанд. овозҳои интихобкунандагони тоҷикистонии муқими хориҷи кишвар ба протоколи ҷамъбастии ҳавзаи якмандатии интихоботи рақами 3 ноҳияи шоҳмансур илова карда мешаванд. ташкили 39 ҳавзаи интихоботӣ дар хориҷ ва вобаста кардани он ба як ҳавза дар душанбе дар ҳолест ки дар ҳадди аққал 1.5 миллион овоздиҳанда дар хориҷ аз кишвар ба сар мебаранд. тибқи охирин иттилоъ ки дар натиҷаи ба қайдгирии муҳоҷирон ба даст омадааст, танҳо дар русия наздики 1 миллиону 200 ҳазор муҳоҷири корӣ қарор доранд. дар ҳамин ҳол кумитаи марказии интихоботӣ ва райпурсӣ дар ин кишвар
همگی 5 یا 6 حوزه انتخاباتی تشکیل می‌کند. با گفته کارشناسان دولت تاجیکستان منفعت‌دار است شمار کمتری مهاجران برای آوازدهی روند، زیرا درصد خیلی کمی آنها جانبداری حزبی حاکم هستند. دانش آموزان تاجیکستان در المپیادای بین المللی ژائوتیکوف در شهر الماتا 12 مدال از جمله 2 نقره و 10 برنجی کسب کردند. بنا به اطلاع مرکز مطبوعاتی وزارت معارف و علم تاجیکستان 16مین آزمون بین المللی از درس‌های ریاضی، فیزیکا و فناوری‌های اطلاعاتی از سنه 9 تا 13 ینور برگزار شد. در المپیاد از 20 کشور 82 تن از مؤسسه تعلیمی دانش آموزان شرکت کردند. تاجیکستان را در آزمون دسته‌های لیسه کودکانی با استعداد شهری دوشنبه، لیسه هاتامپوه و دسته دانش آموزان 21 مکتب در کل 21 دانش آموز نمایندگی کردند. بر اساس داده‌های وزارت معارف و علم تاجیکستان، دانش آموزان تاجیکستان سال 2019 در 31 المپیادای بین المللی شرکت کردند و 251 مدال از جمله 65 طلا، 66 نقره و 118 برنجی کسب کردند. در 5 سال اخیر بیشتر از 8000 تاجیکستانی شهروندی قرقیزستان را گرفتند. تاجیکستانیان در سال 2019 از حساب درخواست شهروندی قرقیزستان رکورد گذاشتند. در 10 ماه اخیر شهروندی قرقیزستان را 1219 تاجیک به دست آورده است. همگی در 5 سال باشد 8286 تاجیک شهروندی قرقیزستان شدند. طور سپوتنیک قرقیزستان گزارش می‌دهد در 5 سال اخیر شهروندان ازبکستان، تاجیکستان و روسیه درخواست شهروندی قرقیزستان شدند. بنابر اطلاع خدمات دولتی به قیدگیری قرقیزستان، ازبکستانیان از حساب درخواست شهروندی در قرقیزستان جای اول را می‌گیرند. در 5 سال اخیر بیشتر از 12000 شهروندی این کشور شهروندی قرقیزستان را قبول کردند. فرمان دادن شهروندی را پرزیدنت قرقیزستان سورونبای ژینبکوف به امضا می‌رساند. او بار آخر چنین حجت را ماه دکبر سال گذشته امضا کرده است. در گزارش قید کرده شده است که از سال 2015 شهروندی قرقیزستان را بیشتر از 22000 شهروندان خارجی به دست آوردند که 82% قرقیزهای اتنیکی میباشند. در 1.5 ماه اخیر 1.500 شهروندی خارجی از قرقیزستان درخواست شهروندی کرده 978 نفرشان آن را به دست آوردند. درخواست 493 نفر را قرقیزستان رد کرده است. سخنگوی فرمانده مرکزی آمریکا اعلام کرد که در حمله موشکی اخیر ایران به پایگاه هوایی عین الاسد عراق 11 نظامی آمریکایی به خاطر ضربه ملایم مغزی تحت تبابت قرار گرفتند. بیل اربین سخنگوی فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام در بیانیه اعلام کرد در حالی که هیچ نیروی نظامی ایالات متحده کشته نشدند، 11 نظامی در نتیجه انفجار موشک‌ها دچار آسیب مغزی شدند و تحت مداوا قرار گرفته ارزیابی وضعیت آنها ادامه دارد. حالا 8 تن این آسیب دیدگان از عین الاسد به مرکز درمانی لندستول آلمان منتقل شده، 3 نظامی دیگر نیز به کویت فرستاده شدند تا تحت معاینه بیشتر قرار گیرند. در همین راستا جوناتان هافمن سخنگوی وزارت دفاع آمریکا نیز در مصاحبه با CNN گفته است دفتر وزیر دفاع امروز از آمار زخمی‌ها آگاه شد و دستور داد فوراً بیانیه صادر شود. نظامیان زخمی هفته جاری برای مداوا به بیمارستان‌های نظامی آمریکا در کویت و لندستول آلمان اعزام شدند تا برای درمان آسیب مغزی و انجام معاینات بیشتر تحت مداوا قرار بگیرند. این در حالی است که در پی سنه 3 ینور از سوی آمریکا کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در عراق، تنش‌های جدی بین تهران و واشنگتن و ایران به میان آمده، ایران 10 فروند موشکی بالیستیک به سمت پایگاه عین الاسد، محل استقرار نیروهای آمریکایی واقع در استان الانبار عراق شلیک کرد. آمریکا گفته بود از پی این موشکباران ایران کسی آسیب ندیده است. بینندگان عزیز، از آنکه تا این لحظه با ما بودید تشکر میکنم. اینجا پایانی برنامه امروزه و این هفته اینه ماست. با برابری پخش تگمچه لایک شما از آن درک میدهید که هستید و با مایید. با برابری پخش تگمه زنگوله خفته را بیدار و ذوق را بنیاد میکنید. بودن شما در آستان مجازی ما الهام ما را افزون میکند.
گفتنی های مهمی را که دیگران از گفتنش خاموشی را اولا می دانند از ما خواهید شنید. با تمنای فراغت در روزهای استراحت و امید دیدار در هفته دیگر، السلام علیکم و رحمت الله.